درود بر تو هموطن، به کانال آموزشی ووشو روز خوش اومدین. برگشتم با پارت 5 ویدیوی آموزشی فرم ننچوان جوانان. اگر تازه دارین این ویدیو رو تماشا میکنید، از سربرگ پلیلیست یا فهرست پخش میتونین از پارت 1 شروع کنید. با این حال لینک پارت 1 رو هم براتون قرار میدم. توی این قسمت قراره به جوخه 5 از محور 3 فرم ننچوان جوانان بپردازیم. تکنیک استقرار گوینگبو و شوک دادن در حالت دست دنجیجانگ رو میخواد توضیح بده. برای اجرا با پای راست استقرار گوینگبو رو اجرا میکنیم و کف دست ها در طرفین قرار میگیره و دو بازو به صورت معرب از طرفین باز و کشیده میشن و بعد دست ها حالت دنجیجانگ رو میگیره و همزمان به بالای سینه کشیده میشه. با یه ریز شوک آرنج رو پایین میاریم و به کنارهای بدن با فشار دست ها رو باز میکنیم. با یه شوک دست کامل باز میشه و بعد آرنج رو خم میکنیم و نگاه به طرف چپ بدن. نکته فنی این حرکت هم اینه که انرژی بازوها رو با عضلات بزرگی مثل پاروهای کتفی تامین بکنیم و نحوه اعمال نیرو هم اینطوریه که با انقباض پاروهای کتفی و همزمان باز شدن دستها به طرفین فشار رو اعمال میکنیم. این موارد برای گروه بی داوری خیلی مهمه. خطاهای متداول این تکنیک هم اینه که زمانی که دنجیجانگ رو به طرف سینه میکشیم سرشونه ها رو منقبض کنیم و دیگه منبع نیرو از کتف تامین نشه و بعدش بدون اینکه دنجیجانگ رو با فشار به طرفین باز کنیم یه حرکت رو در واقع اینجا حذف بکنیم و بریم سراغ حرکت بعدی و کف دست ها رو باز کنیم و در آخر به جای اینکه آرنج رو خم بکنیم ساعد دست رو پایین بیاریم. تکنیک پرتاب مشت در استقرار اسب رو توضیح میدم. برای اجرا اول هنرجو استقرار اسب رو انجام میده با دست چپ دفاع بالای سر و بعد مشت راست به صورت آپرکات از پایین به بالا پرتاب میشه. نگاه به طرف راست بدنه. نکته فنی این تکنیک هم اینه که زمان اجرای فرم جوانان انرژی روت فورس اعمال بشه و با پیچوندن عضلات پا و کمر و انتقال نیرو به عضلات بازو و سپس مشت ضربه اعمال خواهد شد. خطاهای متداول این تکنیک هم اینه که دفاع دست با سر خیلی فاصله داشته باشه که عملا خود تکنیک دفاع زیر سوال میره و بعد مشت صاف بیاد بالا یا به صورت هوک زده بشه که عملا ماهیت تکنیک عوض میشه. رو گروه A داوری اثر نداره ولی داور گروه B متوجه میشه که بازیکن داره به جای تکنیک ادا در میاره و تو رنگ بندی ضعیف قرارش میده. تکنیک دفاع ساعد در گام گایبو، پای راست رو مقابل پای چپ پوشش میدیم و با ساعد راست دفاع میکنیم. بعد مشت راست رو از داخل بدن به طرف بیرون بدن پرتاب و دفاع میکنیم. کف دست چپ از سینه راست دفاع میکنه و نگاه به مشت راسته. این تکنیک ساختار دفاعی داره، ضربه نیست. نکته فنی این تکنیک هم اینه که گام گایبو و دفاع ساعد با پیوستگی و هماهنگی انجام بشه تا انرژی از کمر به ساعد دست راست انتقال داده بشه. به مدل قرارگیری مشت راست هم دقت کنید. خطاهای متداول این تکنیک هم زیاد دیده میشه چون فکر میکنن تکنیک ضربه است. معمولا چرخش کمر رو انجام نمیدن که معلوم نمیشه نیرو از کجا تامین شد و بازو صاف و کشیده و با پشت مشت به پایین باز میشه که انگار دارن ضربه میزنن و از دفاع ساعد خبری نیست. تکنیک مشت بینچوئن در استقرار مبو. بعد چرخش کمر و استقرار مبو همزمان مشت دست چپ در زاویه افق از پهلوی راست به طرف چپ بدن شلاقی طور باز میشه و کف دست راست مقابل سینه چپ قرار میگیره. نگاه به طرف چپ بدن.
نکته فنی این تکنیک هم اینه که انرژی روت فورسه و با چرخش پا، کمر و کتف انجام میشه تا نیرو به پشت مشت برسه. خطاهای متداول این تکنیک هم اینه که ضربه شلاقی طور مشت مشخص نیست و بازیکن داره مشتش رو الکی مستقیم حرکت میده. رو استقرار مابا هم دقت کنید که پنجه پای راست به جلو بچرخه. تکنیک شوانگ چون در استقرار بمبو، بازیکن رو پای چپ بمبو رو میشینه، بنابراین مرکز ثقل رو پای چپه. ضربه جفت مشت هم از طرف سینه به جلو پرتاب میشه. بازوها حالت قوسی دارند و نگاه به طرف مشت هاست. نکته فنی این تکنیک اینه که پای راست باید نرم و روان به سمت جلو حرکت کنه و تشکیل استقرار بمبو و شوانگ چون همزمان و پیوسته انجام بگیره. داور گروه بی باید به وضوح این هماهنگی رو ببینه. این تکنیک توی فرم چیاپ هم داره. خطاهای متداول این تکنیک هم اینه که انگشت‌های پای راست به داخل جمع نشه که گروه A داوری کد نمیزنه ولی گروه B تو نمره دهی در نظر میگیره. و مورد بعدی اینه که بازوها به جای اینکه حالت قوسی شکل داشته باشن صاف و کشیده به سمت جلو باز بشن که شکل تکنیک عوض میشه و اینجا هم بازرس فرم و هم داور گروه B این مورد رو در نظر میگیرن. تکنیک لیون خونگ چون چون در استقرار بمبو، بازیکن اینجا 3 تا ضربه مشت رو به نقطه مشخص باید بزنه و مشت‌ها هم سطح شانه باید باشن. شروع ضربه با دست چپه و نگاه در جهت مشت هاست. نکته فنی این تکنیک هم اینه که پا باید ثابت باشه و ضربات مشت سریع و فشرده. خطاهای متداول این تکنیک هم اینه که وقتی ضربه مشت زده میشه مفصل آرنج اون یکی دستمون به پهلو نرسیده باشه و مورد بعد اینه که مشت و مچ دست توی خط نباشن که عملا مچ خم شده و کد 01 رو بازیکن دریافت میکنه. تکنیک چیجو یا ضربه آرنج در استقرار مبو، وضعیت استقرار پا از حالت بمبو به استقرار مبو تغییر میکنه و ضربه آرنج دست راست در خط افق زده میشه و دست چپ به قسمت بیرونی ساعد راست ضربه سیلیتور میزنه. نگاه در جهت آرنج راسته. نکته فنیش هم اینه که انرژی باید با چرخش عضلات کمر تامین بشه و در نتیجه آرنج به سرعت ضربه رو اعمال بکنه. تجمع نهایی انرژی تو نوک آرنجه. خطاهای فنیش هم اینه که خب چرخش کمر مشخص نباشه یا اصلا انجام نشه و سرشونه ها منقبض و صفر باشن. تکنیک دست حضوری یا منقار دورنا در استقرار شیبو، مرکز ثقل در استقرار شیبو رو پای عقبه. مچ دست راست هم در خلاف جهت عقربه های ساعت باید بچرخه، شکل منقار دورنا رو به خودش بگیره و به طرف گوش راست حرکت کنه. دست چپ هم به همین منوال منقار دورنا رو به خودش میگیره و با نوک انگشتا به حریف ضربه میزنه. نگاه در جهت دست چپ. نکته فنی این تکنیک هم اینه که استقرار شیبو و ضربه دورنا باید توی راستا باشه و همزمان هم انجام بشه تا انرژی از کمر به انگشتا انتقال داده بشه. و خطاهای متداولش هم اینه که در استقرار شیبو باز هم بیرون زده باشه یا نوک آرنج دست راست خیلی دیگه بالا بیاد یا 5 انگشت دست چپ به هم نچسبه و مچ دست چپ هم به داخل خم شده باشه که معمولا مربیانی که منبعشون این فیلم قدیمی است تکنیک رو اشتباه آموزش میدن.